رژیم ایران تهدیدی برای سراسر منطقه. حرف زدن کافی است، عمل باید کرد. مصاحبه با دکتر احمد الریماوی، عضو شورای ملی و رئیس اتحاد نویسندگان و روزنامه‌نگاران فلسطینی. لهذه الهجمات الصاروخية من نظام نور المالكي في بغداد الذين كلما زادت حملات موشکی به لیبرتی توسط رژیم مالکی در بغداد صورت می‌گیرد. مالکی تلاش می‌کند صحنه را مخدوش جلوه بدهد تا وفاداری خود را به رژیم ایران نشان دهد. وهي نقطة أساسية لما بيكون في حالة ضعف. این یک نکته اساسی است که وقتی دولت مالکی در نقطه ضعف و وضعیت غیر ثابتی قرار دارد، تلاش می‌کند دود و دم بکند و صحنه را مخدوش نماید. تلاش می‌کند از این طریق از وضعیت ناگواری که در آن به سر می‌برد خارج شود. وعلى هذا ذلك قام في عام 2013 بأربع هجمات صاروخية خطرة على المخيم. بر همین اساس هم بود که در سال 2013 به 4 حمله موشکی خطرناک علیه کمپ لیبرتی دست زد. رغم انه الاتحاد الاوروبي ادان الهجوم الصاروخي على مخيم لیبرتی. اتحادیه اروپا حمله اخیر به کمپ لیبرتی را محکوم کرد و به یک تحقیق حول آن فراخوان داد. وغير هيك طالبت بالكشف عن ملابسات الحادث و محاسبه المسببین. آنها همچنین خواهان حسابرسی از مسببین این حمله، اتخاذ تدابیر امنیتی برای حفاظت کمپ و دستگیری و مجازات مجریان آن شدند. اما بعد از آن چه شد؟ بعد از این بیانیه چه اقدامی صورت داد؟ این همان سوال اصلی است. باید یک موضع قاطع و محکم در مقابل این برخورد وجود داشته باشد. و اتحاد المانیا و العديد من الدول و امریکا و درست است که کانادا و آلمان و بسیاری از دولت‌ها از جمله آمریکا و لهستان، همه این دولت‌ها به این موضوع اشاره کردند. بیانیه‌هایی صادر کردند و حرف‌های زیبایی بیان کردند. اما همه اینها در مقابل این حمله خشونتبار که این رژیم چندین بار اسبان دست زده کافی نیست. و بالمناسبه هنا احمل المسئولیه الكامله. اتفاقا من می‌خواهم در اینجا مسئولیت کامل را متوجه جامعه بین‌المللی بدانم. علاوه بر آن، رژیم عراق و رژیم ایران هم مستقیما در این حمله مسئول هستند. هذه المسئولیه للعراق وللنظام العراقي وللنظام الإيراني مع المجتمع الدولي. لا ننسى إطلاقا أنه لولا صمود أهلنا في مخيم لیبرتی. ما نباید فراموش کنیم که اگر پایداری دوستانمان در کمپ لیبرتی، این فداکاری‌ها، مواضع برجسته و اعتصاب غذای آنها نبود، این مسئله همچنان در محافل بین المللی مسکوت می‌ماند. لهذه القضية في المحافل الدولية حتى اليوم. يعني على المستوى العراقي وعلى المستوى السوري الأمور واضحة جدا أن هناك تكريس لحالة الظلم. اما در سطح عراق یا سوریه بسیار واضح و روشن است که یک حالت بسیار ظالمانه‌ای وجود دارد. رژیم ایران یک موضع ثابت در این رابطه دارد و هیچ گونه جدل و یا شکی در این وجود ندارد که مواضع رژیم ایران چه در عراق و چه در سوریه بسیار منفی بوده است. چرا که این رژیم به رژیم فاشیستی دیکتاتوری در سوریه علیه مردم سوریه کمک می‌کند. ضد الشعب السوري. نأتي إلى لبنان بنلاقي إنه نقش این رژیم در لبنان نیز برهم‌زننده آشتی ملی است. چرا دولت مراکش روابط خود را از 4 سال پیش تا امروز با رژیم ایران قطع کرده است؟ شما در شرایط کنونی ملاحظه می‌کنید که در رابطه با دولت مصر، آنچه که رژیم ایران و مقامات آن انجام می‌دهند به عنوان یک مانع جدی در برابر مسیر درست کشور مصر برای بازگرداندن زندگی دموکراتیک عمل می‌کند. يتعلق في هذا الموضوع بس حابب انوه انه لقاءاتهم مع دولة الامارات وموضوع الزيارة الى المملكة العربية السعودية هي لطمأنة دول الخليج. میخواهم اشاره کنم که ملاقات‌های مقامات رژیم ایران با دولت امارات و موضوع دیدار از عربستان
کشورهای خلیج را مطمئن ساخته که موافقت هسته‌ای بین ایران و آمریکا غیر قابل توجیه است و همه به این موضوع به دیده شک نگاه می‌کنند. رژیم ایران اگر بخواهد دیگران را از برنامه هسته‌ای خود مطمئن کند، میباید دست به اقدامات عملی بزند و صرفاً حرف زدن فایده‌ای ندارد. او على مستوى حتى ما يتعلق بنفس النظام في إيران إذا أراد أنه يطمئن